جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. تعلیم نماز قسم دوم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. 2 رکعت فرض نمازی بامداد. 2 رکعت فرض نمازی بامداد از 2 قیام، 2 رکوع، 4 سجده و هم از 1 قعده عبارت است. قیام این راست ایستادن بعد از تکبیر را گویند. رکوع این خم شده زانو ها را قپیدن است و سجده باشد این پیشانی را به جای نماز ماندن است. قعده باشد نشستن است. اول شخص نیت می کند. نیت کردم بگذارم 2 رکعت فرض نمازی بامداد وقتی که بر من است روی آوردم به قبله من به جهت کعبه خالصا لله تعالی گفته دستهایش را برداشته انگشتانش را به نرمی گوش رسانیده تکبیر می گوید. الله اکبر. بعد از آن دست راستش را در بالای دست چپش در زیر ناف گذاشته و ثنا می خواند. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. بعد از آن اعوذ بالله و بسم الله را می خواند. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد سوره فاتحه را خوانده در آخر آمین می گوید. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بعد یک سوره را می خواند. این چنین می تواند از قرآن 1 آیت دراز را خواند یا 3 آیت کوتاه را. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بعد تکبیر گفته به رکوع می رود و در رکوع 3 بار تسبیح رکوع را می خواند. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. بعد از رکوع تسمیع گفته به قیام می خیزد. سمع الله لمن حمده. در قیام تحمید را گفته بعد تکبیر گفته به سجده می رود. ربنا ولك الحمد. الله أكبر.
سه مرتبه تسبیح را گفته بعد تکبیر گفته به جلسه می نشیند. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر. از جلسه تکبیر گفته به سجده دوم می رود و در سجده دوم سه مرتبه تسبیح را می خواند. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. بعد از سجده دوم تکبیر گفته به قیام رکعت دوم می خیزد. الله أكبر. در رکعت دوم ثنا و اعوذ بالله را نمی خواند. دست راست را به بالای دست چپ گذاشته در زیر ناف می گذارد. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد سوره فاتحه را خوانده آمین می گوید. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بعد از آن یک سوره از قرآن می خواند. این چنین می تواند یک آیت دراز یا سه آیت کوتاه را بخواند. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. تکبیر گفته به رکوع می رود و این چنین سه مرتبه تسبیح رکوع را می خواند. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. از رکوع تسمیع را گفته به قیام می خیزد و در قیام تحمید را می خواند. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. تکبیر گفته به سجده می رود و در سجده سه بار تسبیح سجده را خوانده باز تکبیر گفته به جلسه می نشیند. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر. از جلسه تکبیر گفته به سجده دوم رفته و سه بار تسبیح سجده را می خواند. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. بعد از سجده دوم تکبیر گفته به قعده می شیند. الله أكبر.
در قاعده التحیات و صلوات ها را خوانده بعد از آن دعای ربنا را می خواند. التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بعد از آن اول به طرف راست و دوم به طرف چپ سلام داده دعای سلام را خوانده دعا می کند. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. همین طور 2 رکعت فرض نماز بامداد را انجام می دهیم. دوستان عزیز، فرق 2 رکعت سنت نماز بامداد از 2 رکعت فرض نماز بامداد در این است: یکم در نیت، دوم در نماز فرض سوره ها را با آواز بلند می خوانیم و در نماز سنت باشد سوره ها را با آواز پست می خوانیم و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.